یک روز پس از سرازیر شدن سیلاب‌ها در چارکار مرکز پروان، عبدالغیور با چشمان اشک‌آلود دنبال یک عضو خانواده اش می‌گردد که تا اکنون زیر آوارها ناپدید است. عبدالغیور 9 عضو خانواده اش را در این رویداد غم‌انگیز از دست داد. هیچ اثری از خانه اش باقی نمانده است. تنها چیزی که عبدالغیور دریافته همین بوت بجا مانده از یک عضو خانواده اش است. در این فامیل تقریبا 12 نفر زندگی میکردن که خسر ما بود که خود ما میجا بودیم دیگه. خسر ما خدا بخشش از بین رفته. خانم 4 تا بچهای ما است دیگه. یکی زن خسر بریم است، دخترکش است، یا خوشنیم است که تا هنوز فعلا زیر می خاک است، معلوم نیست که در کدام قسمت است دیگه. دخترکش خورد بود، او را پیدا کردیم، دفنش کردیم. بعد دیگه منتظر هستیم که اسکاواتور بیا بکنه ببینه که جسد دیگه در کجا پیدا میشه. چندین کیلومتر دورتر از شهر چاریکار، اینجا در روستای قادرخیل ولسوالی جبل سراج، برای آن کسان قبر میکنند که تا اکنون زیر آوارها هستند و گمان می رود جان داده باشند. 8 عضو خانواده عبدالغیور اینجا در قریه قادرخیل ولایت پروان دفن شدند و اقاربشان یک قبر دیگر را به خاطر یک عضو دیگر خانوادهشان در حال کندن هستند. تنها خانواده عبدالقادر نیست که در این رویداد آسیب دیده باشد، بلکه شمار زیاد از خانواده در ولایت پروان از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها اعضای خانوادهشان را از دست دادند و در قسمت‌های مختلف ولایت پروان مراسم خاکسپاری را برگزار کردند. هرچند تا اکنون بنیادهای خیریه، نمایندگان مردم در ورسی جرگه و مهاجران افغان کمک‌های به آسیب دیدگان این رویداد کرده اند، اما بازماندگان قربانیان این رویداد از حکومت می‌خواهند تا برای آنان جای مناسب برای بود و باش و کمک‌های مالی فراهم کنند. خواست ما اینمی است که بینیمی خانواده کلش اعضای یک خانواده است، به یا بیادر یک چیز زمینه مثلا یک سرپناه برشان بده، یک چیز برشان مهیا بکنم و خساره‌ای را که دیدن قلقلا هم یک صبرشان شود. از سوی دیگر مقام‌های محلی در پروان می‌گویند که برای خانواده‌های آسیب دیده زمین توزیع خواهند شد. بر بنیاد گفته‌های مسئولان در نتیجه سیلاب‌ها در شهر چاریکار تا اکنون 500 خانه به گونه کامل ویران شده و نزدیک به 1000 خانه دیگر آسیب دیده. دیدگاه رئیس جمهور مقام محترم ولایت می بوده، اما کوشش ما است که زمین برایشان بر توزیع داریم. امیدوار هستم که هم دولت مرکزی ما و هم نهادهای خیر با ما هم دست شوند تا بتانیم بر ازیا به شکل بلاک خانه جور بکنیم تا از این وضعیت برآید. یک روز پس از این رویداد، عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی به پروان آمده و با آسیب دیدگان وعده همکاری می‌کند. برای از اینا باید یک فکر اساسی شود. زمین هست، در این ولایت زمین هست و ما هم کوشش میکنیم که انشالله با همین پیام و همکارای بین المللی برسانیم و مؤسسات، چون قبلا ما در این قسمت یک تجربه داشتیم، یک شناخت داشتیم، تا همه دست به کار شوند که برای مردم بیچاره که دیگه امکان زندگی در این محل برشان نیست، چون که هر وقت امکان داره که به همچه یک مصیبت بار دیگه چی شود. هرچند آمار دقیق کشته شدگان و زخمیان این رویداد تا اکنون معلوم نیست، اما مسئولان محلی پروان میگویند که تا اکنون 86 تن کشته و بیشتر از 100 تن دیگر زخم برداشتند. سیلاب‌های شدید در شماری از ولایت‌های جنوبی و شمالی افغانستان از 2 روز بعد این سو خسارات مالی و جانی هنگفت به مردم رسانیدند. بر بنیاد گفته‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در سیلاب‌های اخیر در بخش‌های گوناگون کشور بیش از 150 تن جان باختند و بیشتر از 200 تن دیگر هم زخم برداشتند.